سال 1220 میلادی بود. سپاه مغول به ایران حمله کرده بود و همه شهرها را نابود میکرد. آنها مردم را میکشتند، خانه‌ها را آتش میزدند و همه چیز را غارت میکردند. حالا نوبت شهر کرمان بود. مردم کرمان ترسیده بودند. سربازان جرأت جنگیدن نداشتند. حاکمان شهر فقط به فکر فرار بودند. در این موقع دختری به نام ماهمونی جلو آمد. او دختر یک عارف دانا در کرمان بود. ماهمونی به مردم گفت: نترسین، دروازه‌های شهر را کاملا باز کنید. همه فریاد زدند: دیوانه شده ای؟ اگر دروازه را باز کنی مغول‌ها همه ما را می‌کشند. اما ماهمونی جواب داد: مغول‌ها فقط طلا و ثروت می‌خواهند. ما چیز با ارزشتری به آنها نشان می‌دهیم. وقتی سربازان مغول به شهر رسیدند، با صحنه عجیبی روبرو شدند. دروازه‌ها باز بود، کسی مسلح نبود و مردم در خیابان‌ها ایستاده بودند. آنها را به میدان اصلی شهر بردند. در میدان به جای سکه و جواهر صدها کتاب و قلم و کاغذ و ابزار دانشمندان چیده شده بود. ماهمونی در وسط میدان ایستاده بود. او به فرمانده مغول گفت: گنج واقعی ما این کتاب ها هستند. شما می توانید طلاهایمان را ببرید، اما این دانش را نمی توانید ببرید. فرمانده مغول که در تمام عمرش فقط جنگ و خونریزی دیده بود، حیرت زده ماند. او این پیام را به چنگیزخان فرستاد. چنگیزخان هم برای خرد و دانایی دختر احترام قائل بود و پذیرفت. شهر کرمان تنها شهر بزرگ ایران شد که از کشتار وحشتناک مغول در امان ماند. همه اینها به خاطر شجاعت خرد یک دختر کرمانی بود. ماهمونی ثابت کرد گاهی یک فکر خوب از هزاران شمشیر قوی تر است.